خیلی‌ها ادعای آفرود دارن، اما فقط یه موتوره که کوهستان جلوش زانو میزنه. داستان CRF داستان آهن و بنزین نیست، داستان تغییر قوانین فیزیکه. سال 2000 بود. هوندا تصمیم گرفت یه خط قرمز رو گذشته بکشه. تا اون موقع همه فکر می‌کردن موتور 4 زمانه نمیتونه تو پیست پرواز کنه. میگفتن سنگینه، کنده، اما مهندسای هوندا یه جواب دندون شکن داشتن. پروژه انقلاب قرمز. و اینجوری بود که خانواده CRF متولد شد. یه شاهکار مهندسی که دنیای موتورکراس رو برای همیشه عوض کرد. با تکنولوژی انحصاری یونیکم موتوری ساختن که هم زور تراکتور رو داشت، هم دوره موتور فرمول 1. این موتور جیغ نمیکشه، قررش میکنه. بهش میگن غزال کوهستان، چون نمیشه جایی رو پیدا کنی که این موتور نره. بدنه آلومینیومی، تعلیق هوشمند و انژکتور دقیق. این یعنی وقتی سوارش میشی موتور جزئی از بدنت میشه. دوران موتورهای پرسر و صدا و دودی تموم شد. الان عصر قدرت، عصر هونداست. اگه تو هم وقتی این رنگ قرمز رو میبینی ضربان قلبت میره بالا، این پست رو بفرست واسه عشق بازار.